به نظرم تو این روزا تنها جایی که نباید ایدئالیستی صحبت کرد مقابل یه صاحب صنعت یا یک کارفرمای سفارش دهنده دیزاین هستش. در شرایط کنونی کشورم، وضعیت اقتصاد، گسترش واردات، باید دست تولیدگران این مملکت رو فشرد که هنوز ایستادن. در برخورد با هر یک از سفارش دهندگان دیزاین، خارج از فضای حاکم بر مبالغ قراردادها، سعیم بر آن بوده تا تأثیر دیزاین رو نمایان کنم. اون چی که میتونه نقطه اتکا و قوت حرفه من نسبت به سایر مشاغل مرتبط باشه. اعتقاد دارم که اگر درست و بهینه دیزاین نکنیم، آسیب میتونه فراگیر باشه. از نظر من اقتصاد یک واحد تولیدی تنها به آورده‌های مالی ختم نمیشه، بلکه یک بنگاه اقتصادی با جریان نیروهای انسانی داخلش پویا میمونه. به همین خاطر برای حفظ این پویایی باید کارآمد دیزاین کنیم. از این رو دیزاینر یک فرد یک بار مصرف نیست. دیزاینر یک شریک و همراه که میشه روش حساب کرد. روز جهانی طراحی صنعتی گرامی.